از برای خدا گویید او را کجا بردن؟ نمیدونم. همکارمون حامله دار است، گویید او را کجا بردن؟ نمیدونم اکا، به خدا قسم نمیدونم. به کجا بردنشان را نگفتم. نگهبانها وقتی بین خود گپ میزدند هیچ چیز نشنیدید؟ نه. بانوان با او ضرر میرسانند. او حامله دار است میگویم. از برای خدا یگان ایز یا سراغه گوید به ما، التجا میکنم. اگر دونیم چرا نگوییم؟ ما رو نیز هر روز میزنند، لیکن باور کنید نمیدونیم. آنها اینقدر بی‌ناموسند ها؟ نمیدانند اینها. بیایید رفتیم. خواهران، اپاها، همه اتون به طرف دیوار روید. بله، اکنون با کار شروع میکنیم. پدر، گروه یکم اینجاست. چی؟ تو حالا هم کارت رو تمام نکردی. زودتر باش، آخر چی را انتظاری؟ پروا نکنید، در 5 دقیقه حل میکنم. زودتر باش. گروه یکم اینجاست. شاید 5 دقیقه وقت هم نیابی. تمام حوض سر میکنم. نیست. در یگانجا نیست. خود را از دست نده شاهین. میابیم انشالله. دیر میکنی مکه. یک به احوال ما نگرید. کودک از دست میرود. ما باشیم از زنهای اسیر معلومات گرفتم نخواهیم. رفیقان، رئیس زنگ میزند. گوش میکنم رئیس. کارلوس، اویشگول را یافتید؟ نیافتیم رئیس، لیکن کوفته ایستادیم. حتما یابید. تلفن را در بلندگوی گذار. گذاشتم رئیس. گروه یکم مرا میشنوید؟ شما را میشنویم رئیس. بدبختانی که اکاتان را، عارف را کشته بودند، حالا اکنون امانتشان را دستگیر کردند. حتما آنها را یابید. آن دینا را به سرشان گردانید. دختر و نبیره‌ام را ساق و سلامت نجات دهید. رئیس را شنیدید. آیشگون را میابیم. برادران، به خاطر رئیس، به خاطر اکای عارف رفتیم بچه ها، همه‌شون را به تحت برسانیم. رفتیم. من هم میروم. دخترم را باید یابم. رئیس نروید. حالا سیر نشده. اینجا بودنتون بهتر است. رفتنم لازم. رئیس خوب هستید؟ آب می آوردید؟ نمی خواهم. وقت را از دست نداده باید به راه برایم. شما حتی قوه رو گشتن ندارید رئیس. نروید. من میروم. خواطر نشوید. دخترتون را به شما میارم. قول میدیم که او را یافته میارم. مایلش. رفته دخترم را بیار. کاری از دستت آمده را کن. تقسیم میشویم. همه جای را کابید. زودتر. دختری سرخوش، با تو میگویم کارت را تمام کن. حالا وقتی عرق نوشی نیست. آدم کشته ایستادیم، کودک کشته ایستادیم. کاری آسان فکر کردید. البته آسان است. زود باش. من تا ننوشم این کارو کردن نمیتوانم. میفهمید؟ سوزشواری من عرق است. مرا به حالم گذارید. شو مایلش. تو این کار رو حل کن. با تو بوچکه عرق میفریستم. از همه نبی خوبش رو. کمی زودتر باش آخر. نوشاد! ایوا
این آواز شاهین است. ما را یافتن. مهمون داریم. او را پیش باز گیرید و اینجا نزدیک نشوند. زود باشه. سر کن آخر. و بیرون برو. سلاحت را پرتاب. مرا میگفتی الو گبزن در کجایند؟ هوشیار در کجاست گبزن؟ گبزن بالا زنت یوشد همه جایی میدانم تو را خواهم یافت تو را میابم سرک به اینجا می آید. دکتر در چه احوالی؟ وقتمون کم ماند. کمی بعد به آخر میرسد. التماس زود باش، حاضر می آیم. دلشاد تو را میابم پلک بدبخت تو را میکشم برا میگویم تو را میکشم در کجایی؟ در کجایی دلشاد؟ در کجا؟ و بیرون برا میگویم برا با بیرون برا دلشاد دلشاد تو مرا یافت. اکنون چی کار میکنی؟ نیست پدر. راهی گریز نیست. مردیم در رایت هر دومون رو میکشن. برا نامرد برا نامرد برا همه تو رو میکشم جسم تو رو برا میکنم شما نشانده آورد از این طرف برام. زودتر رفته شاهین اینجایم بیایید اونها رو یافتم شاهین آمدیم برادر. شاهین تا برا باننده گفتم زودتر کن. یا بسم الله پرونم پدر.
در آید هر دویمون رو میکشند. اگر پرونه در 2 دقیقه ما رو میکشند. دلشاد این توی یلماز. خاموش باش. برو زود باش. با تمام قوه بالتا زن باز زودتر باش. زود باش. یک طرف ایستید. Ayşegül! بیشرف ها گریختند. آیشگل چی؟ و فکرم او را هم با خود بردن. باید در همین نزدیکی ها باشند. از پس دوید بچه ها. زود باشید. زودتر باشه زودتر. با در از ظلم در رویم. زودتر نباید مرا بینند. زود باشه. زودتر همه در آنجایند. من را دستگیر کردن نمیتوانید. وزیر میگریزد. تیری تپانچه‌اش تمام شد. دوید بچه ها زودتر باشید. قسم میخورم یک تیر با پیشانیش میزنم. راست میگوی بالتا. تا کی ما را با بازی میگیرد. این بدبخت را به قتل میرسونم. ایستید. آماده ایستادن. از پسمون هستند. خریب که دستگیر میشدیم. مردیم. دستگیر میشم. اینطور نمیشود. من آیشگل رو مونده خودتون گریزید. هرگز او را نمیگذارم. او به من لازم است. با این حال گریخته نمیتوانیم. مردن میخواهی؟ نیستید. زود گریزید. دارو را زودتر گریزید. تو به من لازم هستی خانم آیشگل. به اون طرف میرویم. کجا شدند؟ بالتا تو را برداشته برم ها؟ با فکرم نفسگیر شدی. با زور نفس میکشی. تو چی رو میگویی؟ اگر مونده شده باشی من تو را برداشته میبرم. زود باشید بچه ها. زود باشید. شوخی را یک سو بذارید. با اون طرف میرویم. ایستید. به من یاری رسونید. به من کمک کنید. میروی پدر. حاضر میآیم. عذر میخواهم دکتر. زود باشید پدر زود. ایستید. مرا منتظر شوید. ایستید نروید. مرا پرتافته نروید. ایستا نگوریز. ایستا پلیس. ایستا. من کمک کنید. گبزن با کجا رفتند؟ با اون طرف رفتند. رفته زودتر. شاهین زود باش آخیر. شما روید. من با اون کار دارم. خودت میدونی. زود باشید پدر. زود باشید. خیزید پدر. کمی دیگر غیرت کنید.
من توان گریختن ندارم. بیایید پدر پینهان بشویم. اومد ایستادن. بیایید به این طرف بزنیم. گمزن میگم. گمزن چطور کودک را گرفتی؟ گمزن چطور دلش شد؟ گمزن کودک را نگیری دستورت گرفتی. نگیریدم. گمزن نتوانستم، دلم نشد. نگرفتم، نتوانستم. کودک زنده است. چی؟ تو راست میگویی؟ گرفتنی بودم لیکن دلم نشد. کودک رو نگرفتم. گمزن کودک زنده است. هوشگل چی حال دارد؟ کودک این نابکاران به کجا رفته باشد؟ با فکرم ما برای اینا درست آمدیم. باید در همین نزدیکی ها باشد. ناسکابید. کنه اکنون میمیرم. یاری دهید کارلوس ظریف. یاری دهید اویشگل خوب هستی؟ اویشگل با تو چی شد؟ خواهرکم از پس دل شد و به انصاف بودم. مرا دیده اویشگل رو پرتوفته گریختند. من هم دیگر از پسشان نرفتم. اویشگل خوب است؟ او زنده است؟ اکای ظریف، من میترسم شما نبضش رو سنجید. التماس بسم الله الرحمن الرحیم. زنده است. در حقیقت زنده است. خدا را تو را سپاس میگویم. در حقیقت زنده است. خدا را شکر میگویم. خدا را شکر. اویشگل بیا به این سو از اینجا رویم. اویشگل به خدای نگر ما در نزد هستیم. برادران این طور نمیشه. او را باید به بیمارخانه بریم. شاهین اویشگل زنده است. بیهوش است لیکن احوالش خوب است. دکتر هم گفت که کودک را نگرفته. چی راست میگویی؟ چی میگویی شاهین؟ این راست است؟ خدا را شکر. جانم هم زنده. تو از کجا پیدا شدی؟ اویشگل را از دست دلشاد و بی انصاف نجات داده است. از پسشان بوده است. تو کی آمده آنها را یافتی؟ رئیس فرستاد، من هم آمدم. حالا وقت اینها نیست. به نزد انبار یاری تاجیلی را جغ زده بودم. بیایید اویشگل را بردارید او را بچه‌ها. یا بسم الله. کنیها احتیاط کنید. به این طرف گذارید. شد تمام. آرام شوید. السلام علیکم. خوب هستید؟ در بینتون یه اون زخمدار هست؟ زخمدار نیست. خوبیم. دخترم اویشگل در کجاست؟ اویشگل
رئیس دخترم آیشگل دخترم پدر زودتر پدر شما هستید و من چی شد؟ من در کجایم؟ من در نزدت هستم دخترم نترس همش بچه ها بهتون خواب مانیم آهسته به بالای زنبر خواب احتیاط کنید. آهسته خدا را شکر تمام نبضش را سنج چیکار کردید؟ دلشاد و به انصاف را از دست دادیم رئیس دکتر را باشد دستگیر نمودیم گفت که کودک را نگرفته است بله کودک نیز زنده بود است رئیس انشالله پسرم احوالی دخترم چه خیل است؟ خوب است. خونی زیاد رفته است. لیکن حالش خوب است. او حامله دار بود کودکش چه خیل است؟ متاسفانه کودک هلاک شده است. نه آخه کودکم را از من گرفتند نه خدا جزایشان را دهد رئیس خود را به دست گیرید رئیس شما خوب است خود را به دست گیرید رئیس خواهش میکنم به خدا رئیس رئیس به خدای رئیس خواهش میکنم رئیس با شما یگان چیز شما ما چیکار میکنیم دکتری دار نگفته بود بی ناموس به من دروغ گفته است چی خیال شد که دیر کردیم ها؟ چرا دیر کردیم برادر؟ پلید ها نخواهید کار را کردید رفیقان همتان آرام شوید با صبر باشید به این هممون غمگینیم خود را به دست گیرید رئیس مرا میشنوید به خدایت رئیس خوب هستید رئیس خوب هستید رئیس آوازتان را برارید خواهش میکنم به خدای به خدا این روزها هم میگذرد به خدای خواهش میکنم آرام شوید. خودتون را به دست گیرید. آیشگل این چقدر میشود سردید مرا سردید آیشگل آرام شد آیشگل آرام شوید آخه آیشگل سردید با من نزدیک نشوید با من جواب دید کودکم در کجاست آیشگل این کارو نکن کودکم در کجاست ظریف تو میدونی کودکم در کجاست شاهین بگوید آخر آیشگل از برای خدا نکن شاهین کودکم در کجاست میگویم آیشگل خواهرم این طور نکن نزدیک نشوید نه کارلوس از تو میپرسم آیشگل تیغی در دستت بودم نزدیک نشو با من جواب ده شاید کودکم در کجاست یگانه چیزی که از عارف باقی مانده بود کودکم بود او در کجاست شاید در کجاست آیشگل تو باید آرام باشی نه من یگان خیلی آرام نمیشم آن را به من نزدیک نشو با من گوید که زنده است گوید التماس زنده است گوید یگان تاتان گوید که او زنده است خواهش میکنم التماس
بله عادل شد. گوش میکنم. این لحظه رو باید بینی. گروهی یکم غمگین است. آیشه گل باشد داد و فریاد میکشد. رئیس از غم بیهوش شد. این دکتری سرخوشمان کارش رو کرده است. به انصاف دکتری آوردت کارش رو کرده است. کودک را گرفته است. این تر باشد پدر، باز از یک عارف دیگر نجات یافته. با من گوش کن یلمز. این را در کوتاه‌ترین مدت باید جشن گرفت. اومده یک همش را نقل کن. این صحنه را به صبرانه گوش کردن میخواهم. البته این را حتما جشن میگیریم. خیر، تلفن را خاموش میکنم. آیشه گل این کار را نکن. نکن، تیغ را بمانده. آیشه گل تیغ را نزدیک نشوید. ایستید. آیشه گل یکان بلا را سر میگیری. آرام شو. با من نزدیک نشوید. ایستید. آیشه گل با خود بیا. نمیایم. مرا مجبور نکنید. خودم را میکشم. نکن آیشه گل، خواهش میکنم. با من زندگی حرام است. با او داروی آرام کننده گذراندن لازم، احوالش خوب نیست. سوزندارو آماده است. فرصتی مناسب رو انتظارم. مرا به حالم گذاره. من آرام شدن نمیخوام. مردن میخوام. این کارو نکن آیشه گل، دشمن را خوشحال کردن میخوایی. ریزاگی خداوند را از دست دادن برای ما میجیبد مگر آیشه گل؟ نزدیک نشم ظریف. از برای خدا نکن. آیشه گل آرام شو. نزدیک نشم وگرنه خودم را میکشم. کاسه صبرم لبریز شد. نزدیک نشوید. دشمن را خوشحال کردن میخواد. نزدیک نشوید میگویم. مردن میخوام. از برای خدا آیشه گل آرام شو. همشیره سوزندارو آرام شو. داره خوب داره دورا. تمام آرام شو. تمام آیشه گل آیشه گل تمام. کمی دیگر آرام شو آیشه گل آرام شو. همش خوب میشود. آرام شو. آرام. مردن میخوام. تمام شد. مردن میخوام. این در نگوی. بردارید یا بیست. آیسته دار احتیاط کنید. پدر این چه احوال است؟ احوالم چطور بوده است؟ باز بلای را از سر نموده آمدیم. چیکار کردید؟ امروز روزی خوب است. روزی که اصلا چنار غمگین است. برای ما عید حساب می شود. راستی؟ چیکار کردید پدر؟ البته راست. نبیره به دنیا آمده اصلا چنار را از بطن مادرش برآورده گرفتم. همه‌شون غمگینن. نسل اصلا چینار از بین رفت. خودش خواه زنده باشد خواه در زیر خاک دیگر هیچ فرق ندارد. رحمت گذارید پدر. مجید تو همراه آنها را با تو در تماس میشه. هر دوی آنها رو به نقطه طبی قرارگاه ببر. باز به یگان بیمارخانه دیگر نبر. مایلش در تماس میشه. برای کار. بیایید خودمان هم به شعبه رویم بچه ها. شاهین با خود بیا. خودت را به دست گیر. شاهین یگان چیز گوی
مرا دوباره با آتش پرتافتن. نفرت دارم. اکرم را به خاک سپرده. آیشگل باشد از او بتر است. غم بالای غم می آید. مالهای در دستمان بوده همین قدرم. اینها را خوب حمایت کن. دیگرانش را گروه یکم نجات داد. ضرر زیاد دیدیم. پدر مبادا دخترم همه چیز را نقل کنند چی؟ البته این کار خوب نمی شود. چرا میدانند که نقل میکنند پدر؟ تو با عقلت کار میکنی ابله. زنها را برای چی استفاده بردن ما را میفهمند. این کار برای آنها کار بازی است. زنها را پیشکش وزیران و رئیسان کارخانه ها نموده. بعدا با واسطه نوارهای ویدیویی گرفته اما آن دانستنشان معلومات کم است مگر. درست میگوید کم نیست لیکن چه لیکن؟ خواطر نشوید پدر. فکری این را کردم. خوب استید رئیس؟ خوبم. از پسی کارت را خوب شده است. آیشگل در کجاست؟ رئیس او را در نقطه تیبی خواباند. لیلا تو به نزد زنها را کنی پرس یکان چیز را میدانند یا نه. سببی در آنجا نگاه داشتنشان را پرس. خوب شده است رئیس. بیایید همه‌تون بیایید. گذشته شینید. استراحت کنید. برایتون خوراک فرمودم. حاضر میآورند. شاید گرسنه نباشید. تشکر. خواطر نشوید. همه‌اش خوب می شود. من به شما کمک میکنم. لیکن شما هم باید به من کمک رسانید. چطور میتوانیم به او کمک رسانیم؟ سبب شما رو در اونجا نگاه داشتنشون رو میدونید. نقل کنید. کیها هستند؟ کیها رو دیدید؟ چی کارها کردید؟ اگر همه رو به ما نقل کنید جنایتکاران رو دستگیر کرده میتوانید. شما نیز نجات مییابید. این رو نمیخواهید مگر؟ ما رو همراه مردانی. تو میدونی چی کار میکنن با تو؟ دمت رو گیر. نزدیکان زنهایی که در دست گروه یکم از اینهایند. اینها را در حجره علاهده جا کردم برای اونه که اگر با پلیسا دهانشان را گشایند با اینها چیکار کردنم را میدانم. آفرین، فکر خوب گفتی. تو اینقدر زیبا می نمایی او
بی تربیه وحشی بوده است. قول دادی که دخترم را میاری. در قولت ایستادی. او را آوردی. تشکر به تو یولمز. نمی ارزد رئیس. لیکن کاش کمی بر وقتر میرفتم. این فلاکت به سرتون ناومده او را نجات میدادم. کاشکی. خوب هستید؟ خود رو چه حس میکنید؟ عارف امانتت را حمایت کرده نتوانستم. مرا ببخش. با این ننگ زندگی کرده نمیتوانم. زندگی برای من حرام است. دیگر تحمل کرده نمیتوانم. رئیس، زنهای بیچاره رو برای کارهای افلاس می بردند تا جای فهمیدن با کارمندان دولتی. یعنی همین طور. خانم ها، شما خواهر و دخترانم حساب میشوید. به ما کمک رسانید. هر چیزی که میدانید نقل کنید. آیا بغیر از شما در اینجا دیگران هم هستند؟ هستند. زنان و دخترانی زیاده. ما رو مجبور میکنند که با مردانی بیگانه هم خوب بشوید. بعد به نمار گرفتن تهدید میکنند آنها. انا همین رو نقل کنید. نترسید. هیچ جایی ترس ندارد. گذر. خوش، امروز یکون کس می آید؟ البته کمی بعد آقای فریدون می آید. با گرگ پیر چی شده باشد؟
نه منصبش خیلی مهم است. او را شخصا پیشواز گرفتن میخواهم، ولی اینها نمیشوند. با همین بعد افتها وزیر رو به دام افتادن میخواهی. شما به افت حضور اینها اهمیت ندهید. اگر آرا و تارا دهند همشان مثل پری میشوند. مثلا این دختر بیزه نمی نموید. بیشتر برا زود. اپا من میترسم. نترس، در پشت من پنهان شو، هیچ چیز نمیشود. خواهران، چیزهای دانسته‌تان را نقل کنید. دیگران را در کجا نگاه می‌دارند؟ گویید رفته آنها را هم نجات دهیم. هراس نکنید. تو گپ زن دخترم. هر چی میدانی نقل کن. شما آدما که با فهم نمایید ما رو مجبور نکنید دلچین نزدیکان و دخترانمون در دستی آن ظالم ها هستند. میترسیم که آنها رو به قتل میرسونند. آنها دم من رحم ندارند. مایلش لیلا، به زنها خوراک ده، با آنها چای و قهوه بیار. مایلش رئیس. این معقل نشد. پیر است. این طور باشد برای او جوانترش را تیار میکنیم. به اینجا بیا. بیا گفتم پتو بیا. اینش خیلی است پدر؟ این بیزه است. این هم نمیشود. من او را آماده میکنم، بعد شما میبینید. کنی بینیم او را میشناسید یا نه؟ مادامی که اینقدر با خود باوری داری، آماده کن بینیم. ҳар лаҳзаи ҳаёт ширин асту гуворо. ширкати ата як қатор маҳсулоти қаннодии наву хуштам ва хушсифатро истеҳсол намудааст. шумо метавонед шириниҳои ширкати атаро аз фурӯшгоҳҳои шаҳри душанбе ва дигар марказҳои савдои ҷумҳурӣ дастрас намоед. шитобед, шириниҳои мо хушбахтии хонадони шумо.